حجت ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائک فی هذه الساعة و فی کل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمین. عزیزان دو تا از این شمع‌ها رو اون بالا پالی گهواره بگذاریم. امشب آسمان حرم یک ستاره نیست جز صبر بر بنات حلی راه چاره نیست. عزیزان مرادتان رو بخواهیم، امشب شب آخره. دیشب علی اکبر از آن گفت در حرم امشب مؤذن نبود در مناره نیست. دیشب رقیه وای 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 عزیز حسین ابا عبدالله بر ارباب تشنه بود. دیشب رقیه در بر ارباب تشنه بود و نشسته بود. آی 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 داد بیداد داد بیداد. امشب بگم عزیزان خواهران، امشب به گوش نازک او گوشوار نیست. میگن وقتی رقیه را که خیمه را آتیش زدن رابی میگه دیدم یه دختر بچه‌ای از خیمه ها بیرون زد، بدنش آتیش گرفته بود، دامنش فریاد میزد کمک کنین کمک کنین. یک نانجیبی دوید به طرفش، من فکر کردم کمکش میکنه، دیدم که دستشو برد به گوشای مبارکش، گوشوارش را کشید و چنان که گوشش پاره شد. وای حسینم، همه بگین وای حسینم، بگین ماشاءالله. وای حسینم، وای حسینم، وای حسینم، وای حسینم.
حسینم وای حسینم وای حسینم دیشب کشید یر سر قاسم سر یه دست امشب یتیم خیش ببیند دوباره نیست دیشب خیمه بود و ابوالفضل پاسدار وای وای آی عزیزان امشب نگاهبان حرم آن سوار نیست دیشب ز شیر خواره خجل بود مادرش دیشب ز شیر خواره خجل بود مادرش امشب علی کجاست که در گواره نیست امشب علی کجاست که در گواره نیست دیشب عزیزان مرادتان را بگین به این خاندان توسل کنین حتما مرادتان رو میگیرین سال دیگه این موقع نظری داشته باشین نیتی کنین دیشب رو باب شیر به پستان خود نداشت وای وای امشب که شیر هست امشب که شیر هست چرا ای عزیزان آن شیر خواره نیست داغی گذاشت تیر فلک بر دل ربابه آی 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 امان 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 از ربابه که مادری بود گلوی طفل شیرخوار 6 ماهش را پاره کردن به جای آب دادن خیلی سخته عزیزان در سینه مخفی است غمش آشکار نیست ولا حول بالله قوة الا بالله العلی العظیم لعنت الله علی قوم الظالمین بر محمد و آل محمد صلوات چیزی تمام شد بریم نماز میخواستیم بکنیم من عزیزان عذرخواهی میکنم از همه شما
امیدوار هستم که طاعات و عباداتتان در پیشگاه امام زمان مورد قبول شنایت بگیره، قرار بگیره و همه شما به مرادی که دارین برسین. هر دعایی که میکنین، هر سرمایه‌ای که میمانین از ته دل به این خاندان انشاءالله بهشان میرسین. من فقط 1 دقیقه زیاد صحبت نمی کنم. من 3 سال بعد از این که پایای من فلج شده بود کلن، آمدم یک خانومی بود به من گفت که بیا در خانه من روزه بخوان. خیلی جای دیگه بود من روزه میخواستم بخوانم، در همین سوئیس نرفتم و رفتم در خانه از این بنده خدا روزه بخوانم. نمیتونستم بشینم 4 زانو. این بنده خدا گفت بیا. ما رفتیم اونجا. کار من این بود که هم باید قرآن میخواندم، هم باید مدعی میکردم، سخنرانی میکردم، بعدش هم مدعی میکردم، بعدش هم ختم مجلس. یک شب یک جوانی آمد و خلاصه گفت استاد بده من بخوانم. گفتم خیلی خوب. خیلی خوشحال شدم. من خیلی دوست دارم جوانا را، اهمیت میدادم بر اونا. میتونم همین الانم و همینطور جدم رسول خدا خیلی سفارش کرده به این زمینه. این بنده خدا را دادم میکروفون و گفتم بخوان. من شیشتم روی پایم همینطوری که این آقا نشسته اونجا خادم اهل بیت. انشالله خدا هر چی که میخوای بده به شما، هر چی که میخوای. واقعا من توی این همه هیئت‌ها رفتم، به خدا قسم مثل این هیئت با نظم و ترتیب ندیدم. این زحمت این کسایی است که اینجا رو گرفته. اولا اینو بدانین که مردانگی در زن و مرد نیست. اینجا رو 3 تا شیرزن با ایمان با خدا گرفته که خداوند انشالله پشتیبانشان باشه، برای سلامتیشان صلوات عنایت فرماید. محمد. بعد خدمت شما عرض کنم که وقت گرانبهای شما رو نگیرم. این بنده خدا که من همونطوری نشسته بودم خواند، 1 برخواند، 2 برخواند، 3 برخواند و بعد گفت که استاد اجازه میتی تیزم بخوانم. گفتم تیزشم بخوان. من همونطوری نشسته بودم در حالی که من همه دکترها جواب کرده بود و نمیتونستم 1 دقیقه اونطوری بشینم. نه حتی پای من 4 زانو نمیتونستم، باید دراز میماندم. خیلی سخت بود به منی که یک رزمیکار بودم، یک استاد کاراته بودم و ورزش که نکنم یعنی مردیم دیگه. تمام شده. فلج شده بود پاهای من. وقتی که دیدم که چندین بار که اینطور یا آقا خواند، بعدش که من عقب رفتم نشستم، مادر این بنده خدا آورد چای داد، گفت اینو بده به استاد. من گرفتم چایی رو خوردم. 1 2 تا 3 تا 4 تا چند تا چایی میخوردم پشت سرم. بعد یک دفعه نگاه کردم جماعت خیلی زیاد نبود. یک خانه کوچیک بود، یه 7 تا مردی بود، اون خانه می 7 تا زنی بود. من مجلس هایی که 200-300 نفر و 500 نفر بود رها کرده بودم، آمده بودم اینجا، چون در جای غریب امام زمان است. الان اینجا که غریب تر از همه جا است، اینجا امام زمانه. اینجا وقتی که دل این عزیزانی که فراشان اینجاست، بانیان اینجاست، دلشان پاکه، امام زمان اینجا میآید، جای دیگه نمیره. اینو بفهمید. برین حالا یتاست که سر نمیدانم بلندگو جنگ میکنن، غیبت میگن. همین آقا الان امشب با ما آمدن میگن فلان هیئت رفتیم، من اونجا نمیرم. اونجا همش غیبت میکنن با هم دیگه، بد میگن. اونی که منبر میره او رو بد میگه، و هی رو بد میگه، قاری مدا رو بد میگه، مدا نمیدانم ملا رو بد میگه، هر کسی یکی رو میگه. اینجا صلوات عنایت. اینجا واقعا صداقت و پاکی رو من دیدم. واقعا بنازین به این هیئتتون. درسته که اونقدر عظیم نیست، ولی خیلی عظمت پنهانی در این نهفته است. خیلی عظمت پنهانی. میگیرین مرادتان. همینجا نیت کنین، سر سینه زنیتان. تو از اینجا نرفتین بیرون، نیت کنین سال دیگه اگر به مرادتان نرسیدین، از ته دل باشه، با صدق صاف نرسیدین، بیاین هر چی دلتان خواست به من بچه سید بگین. آقا من وقتی که دیدم گفتم پای من شفا پیدا کرد.
نگاه کردم گفتم پای من شفا پیدا کرده. آقا دیدم این آقایون آمد و به سر صورت من انداخت خودشانو به دست و پای من، سر صورت من رو بوسید، گفت واقعا شفا پیدا کرده. واقعا ما دیدیم که شما نمیتونستین بشینید. ببینید اینه امام حسین. بیاین با خلوص نیت یاد کنیم و خدا برتان میده. بر محمد و آل محمد صلوات نمیتونم. من عذرخواهی میکنم عزیزان که دیگه نمیتونم ادامه بدم. من از شما عذرخواهی میکنم، خداحافظی میکنم. انشالله هر چی که میخواین از این خاندان بگیرین و بی نصیب نروین، معامله کنین باش. معامله شما سرمایه نمیخواه، قلب پاکتان است، نیت پاکتان است. سعی کنین شیعه واقعی باشین. یا علی مدد. خدا حافظ شما. صلوات الله. صلوات دومی بلندتر. ای فلک شام کجا، زینب نالان کجا. ای فلک شام کجا، زینب نالان کجا. گلثوم کجا، کوچه و بازار کجا. عرش زرین یزید و سر پر نور حسین. عرش زرین یزید و سر پر نور حسین. چوب خضران کجا، آن لب و دندان کجا. بر محمد اهل بیت محمد بلند صلوات. امشب به صحرا بکفن، امشب به صحرا بکفن. جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب به صحرا بکفن، جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب نوای کودکان، امشب نوای کودکان بر بام کیوان است، شام غریبان است. امشب بس شهیدان است، غریبان است. امشب بدشت کربلا، امشب بدشت کربلا. نالان یتیمان است، تا صبح و گریان است. امشب به صحرا بکفن، امشب به صحرا بکفن. جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب به صحرا بکفن، جسم شهیدان است، شام غریبان است. امشب بروی کشته ها، امشب بروی کشته ها در ناله مرغان است.
چون نی در افغان است. امشب به صحرا به کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است. امشب به صحرا به کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است. بر خاک و به غسل و کفن، بر خاک و به غسل و کفن رعنا جوانان است. خوابیده عریان است. امشب به صحرا به کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است. امشب به صحرا به کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است. بر غربت اجسادشان، بر غربت اجسادشان عالم پریشان است. شام غریبان است. امشب به صحرا به کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است. امشب به صحرا به کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است. امشب ایال مصطفی، امشب ایال مصطفی در گوشه صحرا به منزل و مأوا. امشب به صحرا به کفن جسم شهیدان است. شام غریبان است. امشب به صحرا صلوات دومی بلندر. در عزای حسین آسمان سینه زد، در عزای حسین آسمان سینه زد. بگو در عزای حسین آسمان سینه زد. در عزای حسین آسمان سینه زد. در عزای حسین آسمان سینه زد. در سما هر کجا بزم غم شد و بپا، در سما هر کجا بزم غم شد و بپا. جبرائیل امین به امان سینه زد، جبرائیل امین به امان سینه زد. در عزای حسین آسمان سینه زد. در عزای حسین آسمان سینه زد. در عزای حسین آسمان سینه زد. عرش حق شد سیاه پوش از این ماجرا، عرش حق شد سیاه پوش از این ماجرا. زین علم هر ملک در جنان سینه زد. در عزای حسین آسمان سینه زد. در عزای حسین آسمان سینه زد. در عزای حسین آسمان سینه زد. در عزای
حسین آسمان سینه زد سر نهادی بزانوی غم فاطمه سر نهادی بزانوی غم فاطمه زد جهان میزد از عمق جان سینه زد در عزای حسین آسمان 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 سینه زد خواهر بی برادر کنار تنه خواهر بی برادر کنار تنه به سر پارتن خون فشان سینه زد به سر پارتن خون فشان سینه زد در عزای حسین آسمان 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 سینه زد در عزای سر خونچکان بر سنان در عزای سر خونچکان بر سنان دختر خسته و ناتوان سینه زد دختر خسته و ناتوان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد صوت قرآن چو آمد هم از روی نی صوت قرآن چو آمد هم از روی نی نی زدار حسین ناگهان سینه زد نی زدار حسین ناگهان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد در عزای حسین آسمان سینه زد بر محمد اهل بیت محمد بلند صلوات بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. دوستان عزیز، پیشخانه نوحه ای ساقه لب تشنگان ای جان و جانانم مهلا حسین جان. ای ساقه لب تشنگان ای جان و جانانم مهلا حسین جانم. ای ساقه لب تشنگان ای جان و جانانم مهلا حسین جانم. ای ساقه لب تشنگان ای جان جانانم مهلا حسین جانم. داغد شکسته پشت من داغد شکسته پشت من ای راحت جانم سقای طفلانم. ای ساقی لب تشنگان ای جان جانانم مهلا حسین جانم. ای ساقی لب تشنگان ای جان و جانانم مهلا حسین جانم. من به برادر چی کنم من به برادر چی کنم با این سپاهیدان در دامن آمون بینم تو را در ابر خون ای ماه تابانم سقای طفلانم. ای تشنگان ای جان و جانانم مهلا حسین
کی مگر ای گلتن پاکت پیکر صد چاکت ممکن نباشد یا اخا ممکن نباشد یا اخا مزون و نالانم سقای طفلانم ای ساقی تشنگان ای جان و جانانم محل حسین جانم ای ساقی تشنگان ای جان و جانانم مهلا حسین جانم برخیز و ای جان برا در کن علم داره بن ما مرا یاره به تو غریب و به موئن در این بیابانم سقای طفلانم ای ساقی لب تشنگان ای جان جانانم سقای طفلانم ای ساقی لب تشنگان ای جان و جانم ملن حسین جانم به تو یقین دارم که فردا زینب نالان بر ناقه اوریان گردد سوار از راهی که نباید ایمانم سقای طفلانم ای ساقی تشنگان ای جان جانانم ملن حسین جانم ای ساقی تشنگان ای جان جانانم ملن حسین جانم بر محمد اهل بیت محمد صلوات بر خاتم انبیا محمد مصطفی بلند صلوات. شام غریبان سحر ندارد امشب سکینه پدر ندارد بگو شام غریبان سحر ندارد امشب سکینه پدر ندارد حامی طفلان باب شهیدان حامی طفلان باب شهیدان بر بانک شیرین مادر ندارد حامی طفلان باب شهیدان بر بانک شیرین مادر ندارد شام غریبان سحر ندارد امشب سکینه پدر ندارد امشب یتیمان در شور و شینند امشب یتیمان در شور و شینند جسم شهیدان سفر ندارد
امشب یتیمان در شور و شینند، جسم شهیدان سفر ندارد، شام غریبان سحر ندارد، امشب سکینت قدر ندارد. عباس و امشب بر خون فتاده است، زینب مظلوم یاور ندارد. عباس و امشب بر خون فتاده است، زینب مظلوم یاور ندارد. شام غریبان سحر ندارد، امشب سکینت قدر ندارد. گاهی دو چشمش به نور ما هست، گاهی دو چشمش به نور ما هست، گاهی نگاهش به قتل و گاه است. گاهی دو چشمش به نور ما هست، گاهی نگاهش به قتل و گاه است. شام غریبان سحر ندارد، سکینه امشب قدر ندارد. صلوات محمدی. بر محمد و آل محمد صلوات. جواب نوح: عاشق رویت منم عباس عباس، گدای کویت منم عباس عباس. عاشق رویت منم عباس عباس، گدای رویت منم عباس عباس. عاشق رویت منم عباس عباس، گدای کویت منم عباس عباس. منم که با یاد تو زمزمه دارم، منم که با یاد تو زمزمه دارم. آرزوی دیدن علقمه دارم، آرزوی دیدن علقمه دارم. تو عبدالسالار خدایی، چشم و چراغ شهدایی. تو عبدالسالار خدایی، چشم و چراغ شهدایی. عاشق رویت منم عباس عباس، گدای رویت منم عباس عباس. عاشق رویت منم عباس عباس، گدای کویت منم عباس عباس. قسم به فرق سرت یا ابو فاضل، قسم به فرق سرت یا ابو فاضل. مرا نزدرت یا ابو فاضل، مرا نزدرت یا ابو فاضل. تو عبدالسالار خدایی، چشم و چراغ شهدایی. تو عبدالسالار خدایی، چشم و چراغ شهدایی. عاشق رویت منم عباس عباس، گدای رویت
رویت منم عباس عباس عاشق رویت منم عباس عباس گدای کویت منم عباس عباس با جان البنین عنایتم کن با جان البنین عنایتم کن در آن دنیا مرا شفایتم کن در آن دنیا مرا شفایتم کن تو عبدالسالار خدایی چشم و چراغ شهدایی تو عبدالسالار خدایی چشم و چراغ شهدایی عاشق رویت منم عباس عباس گدای رویت منم عباس عباس عاشق رویت منم عباس عباس گدای کویت منم عباس عباس بر محمد و آل محمد صلوات. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست این چشم است که جانها همه پروانه اوست هر کسی من سوی کرب و بلایش دارد من ندانم چه سر است که در خانه اوست بر محمد اهل بیت محمد صلوات. پیشخوانی نوحه در خرابه گلچینان یک سبد گل آوردن در خرابه گلچینان یک سبد گل آوردن. صلوات محمدی. در خرابه گلچینان یک سبد گل آوردن 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 شام و شامی الدا بود در خرابه غوغا بود شام و شامی الدا بود در خرابه غوغا بود شور نغمه بلبل وای وای بابا بود در خرابه گلچینان یک سبد گل آوردن در خرابه گلچینان یک سبد گل آوردن در خرابه گلچینان یک سبد گل آوردن خم شد و لب خشکش تحت آب را بوسید خم شد و لب خشکش تحت آب را بوسید آن بری درکای حلق بابا را بوسید در خرابه گلچینان یک سبد گل آوردن در خرابه گلچینان یک سبد گل آوردن با محاسن خونین گیسویش حنامه کرد با محاسن خونین گیسویش حنامه کرد کودکان ملالید این چونین دعا می کرد در خرابه گلچینان یک سبد گل آوردن در خرابه گلچینان یک سبد گل آوردن
که خدا شود پایان طاقت و توان من، که خدا شده پایان طاقت و توان من. سوخت و داغ بابایم مغز استخوان من، سوخت و داغ بابایم مغز استخوان من. در خراب گلچینان یک سبد گل آوردن، در خراب گلچینان یک سبد گل آوردن. صلوات محمدی. صلوات دوم بلندتر. یا حسین جان کجایی؟ یا حسین جان کجایی؟ یا حسین جان کجایی؟ یا حسین جان کجایی؟ کربلا را غم گرفته، کربلا را غم گرفته، کوچه ها ماتم گرفته. آید از هر کرانه صدایی، یا حسین جان کجایی؟ 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 جان به قربان وفایت، جان به قربان وفایت، با سر از تن جدایت، با سر از تن جدایت. دخترت منتظر تا بیایی، یا حسین جان کجایی؟ 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 از سر شیرین زبانم، از سر شیرین زبانم، توتی باغ جنانم، توتی باغ جنانم. ناله دارد که بابا کجایی؟ یا حسین جان 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 کجایی؟ نشستن قای یتیمان، نشستن قای یتیمان، روی خاک از ظلم عدوان، روی خاک از ظلم عدوان. دست جدا از بدن تو کجایی؟ یا حسین جان 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 کجایی؟ این عزیزان و محبان، این عزیزان و محبان، آرزو دارن حسین جان، آرزو دارن حسین جان.
لحظه دادن جان بیایی یا حسین یا حسین جان کجایی یا حسین یا حسین جان کجایی یا حسین یا حسین جان کجایی صلوات بلند. صلوات دومی بلندتر. بر حبیب خدا ختم انبیا محمد صلوات. پشخانی نوحه خیمه ها میسوزد و شمع شبی تارم شده، در شبی بیماریم آتش پرستارم شده. خیمه ها میسوزد و شمع شبی تارم شده، در شبی بیماریم آتش پرستارم شده. خیمه ها میسوزد و شمع شبی تارم شده، در شبی بیماریم آتش پرستارم شده. خیمه ها میسوزد و شمع شبی تارم شده، در شبی بیماریم آتش پرستارم شده. ما که خواهد ساجد آتش و جان افتادیم، از چی دیگری شعله ها یاری دلدارم شده، از چی دیگری شعله ها یاری دلدارم شده. خیمه ها می سازد و شمع شبی تارم شده، شبی تارم شده. خیمه ها می سازد و شمع شبی تارم شده، در شبی بیماریم آتش پرستارم شده. پیش دین سقای ما بوده علمدار حسین، امشب و اما جای او آتش علمدارم شده. امشب اما جای او آتش علمدارم شده. ای فلک جان ما را هر چند میخواهی بساز، مدت است از قضا سفتنی دل کارم شده. خیمه ها می سازد و شمع شبی تارم شده، خیمه ها می سازد و شمع شبی تارم شده. خیمه ها می سازد و شمع شبی تارم شده. جز غم امشب پیش ما یار وفاداری نمان، در شب تنهاییم تنها همین یارم شده. من که شب را تا سحر به خواب و سوزانم چوشم، از چی دیگر شعله ها شمع شبی تارم شده. خیمه ها می سازد و شبی شمی تارم شده، خیمه ها می سازد و شمع شبی تارم شده. خیمه ها می سازد و شمع شبی تارم شده. بس که عشق آید بچه چشمم خواب شب را راهانست، دودی آتش از چهره در چشم خون بارم شده. جز دو چشمم هیچ کس آب بر این آتش نده، مردم چشمان من تنها وفادارم شده. خیمه ها می سازد و شمع شبی تارم شده، خیمه ها می سازد و شمع شبی تارم شده. خیمه ها می سازد و شمع شبی تارم شده. گرگلستان شده ابراهیم آتش بله، سخت و گلزار و من آتش پدیدارم شده. شعله های کربلا بر جانم زد حسان، آتش این جهد و یعنی اشعارم شده. خیمه ها می سازد و شمع شبی تارم شده،
مهاب ستد و شمع شب تارم شده ای مهاب بر محمد اهل بیت محمد صلوات. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب ودای هجرت فردا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، در حیرتم که از چی بجویم نشانی تو، در حیرتم که از چی بجویم نشانی تو، نی سر نه پیرهن ز چی پیدا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، برگیرمت ز خاک ببوسم گلوی تو، برگیرمت ز خاک ببوسم گلوی تو، خود راه مادرانه چو زهرا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، ریزم به حلق تشنه تو اشک چشم خیش، ریزم به حلق تشنه تو اشک خیش را، سیراب تا که ای گل دانا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، در حیرتم که از چی بجویم نشانی تو، در حیرتم که از چی بجویم نشانی تو، نی سر نه پیرهن ز چی پیدا کنم تو را، به قتلگاه که پیدا کنم تو را، برگیرمت ز خاک ببوسم گلوی تو، برگیرمت ز خاک ببوسم گلوی تو، خود راه مادرانه چو زهرا کنم تو را، حسن جان حسین جان حسن جان حسین جان یا پاس یا پاس جانم فدای عباس یا پاس یا پاس جانم فدای عباس یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورش یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورش بر محمد اهل بیت محمد صلوات.